برادر عزیز، حال ماها امروز که در جامعه ما نصیحت کنا هستند، سوالامون جواب میگفتگی ها هستند، نیاز دین ما هر وقت بخواهیم از دین کدام نافهمی داشته باشیم در وقت داریم مقصد جای یک عالمی، یک نصیحتگر در وارا میپرسیم. خدا را شکر برای همه برادر عزیز، حال ماها مقصد هیچ نسبت اینا یک چیزی مهم بودن فکر نمیکنیم. درسته که داملا را دوست میداریم، حرمت میکنیم، خب مقصد احترامش هست، اما تا او درجه ایره که مهمه در جامعه ما تا او درجه نسبت فکر نداریم. لیکن برادر عزیز، ما روایت داریم که زمانی میرسه که مردم در یک دهه کلان یک آدم در حالت محتضر، در حالت مرگ قرار میگیره، یک محله کلان میکوان، یک نفر بیان که تلقین شهادت کنه نمیوان. برادر عزیز، این سخنها را شنیدم، پس بعد ماها میفهمیم که اهل علم در جامعه چقدر ضرور بوده است. داملا یعنی چی بعد برامون معلوم میشه. امروز ما را اگر بگن داملا، بسیار یمان مقصد فکرهای ساده داریم نسبتش. در فکری نغز مهم، شخصیت درکاری زندگی، شخصیت درکاری جامعه اکثریت ما نمیدونیم. ولی نمیفهمیم که مقصد زمانی میشوه که داملا از بین میرفتین، خدا او زمان ما و شما را نگه بداره. زمانی شوه که هیچ داملایی در جامعه نباشه. تصور کنی برادر عزیز، همین طری میشده. این حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم، زمان میشده که در جامعه داملا دیگه یافت نمیشده، اهل علم دیگه یافت نمیشده. تا این درجه مقصد اهل علم از جامعه برداشته میشده است که دوستان عزیز، حتی یک کلمه گو برای ما لازم میشده است، ما نمیافته بودیم. به خاطر همیشه برادر عزیز دعا کنیم که خدای مهربان در جامعه ما نصیحتگرا را، اهل علما را زیاد گرداند. خدای مهربان فرزندای همه ما و شما را، فرزندای همه ما نه، مقصد دعا نکنیم فرزند داملا را، خدا دعا کنیم که خدای مهربان فرزندای همه ما و شما را اهل علم بگردان، خواننده قرآن بگردان. پروردگار فرزندای ما را همون تا فرزندی بگردانه که حداقل بعد از سرمان همه الحمدلله را خوانده و بخشیده بتونه. خدای مهربان چنین فرزندا را در جامعه ما و شما برادر عزیز زیاد گرداند. یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم من انشاءالله برای شما گوشرس میکنم، بعد نوبت با بزرگا انشاءالله برای ما و شما چیزی میگن. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث بسیار بسیار زیبا را که در زندگی هر یک نفر این حدیث اگر باشه برادر عزیز به نهایت خوشی ها را در زندگی ما و شما میاره. همین حدیث برادر عزیز اگر در زندگی ما و شما عمل باشه، عمل در عمل قرار بگیره، یعنی ما همین حدیث در اخلاص کنیم و به همین مقصد زندگی ما بسازیم. به همین حدیث برادر عزیز بدانین که دیگر در او زندگی غم جا نمیگیره، مشکل جا نمیگیره، فکر زیاد، غم کمبود و ناداری هرگز از زندگی ما و شما جا نمیگیره برادر عزیز، به شرطی که اگر همین حدیث ماها عمل کنیم. عبدالله ابن عمر میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خصلتان
من کان فیه کتبه الله شاکرا و صابرا و من لم یکون فیه لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرا. برادر عزیز، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه دو خصلت در هر نفر باشه، پروردگار مهربان او را در نزد خودش بنده شکرگزار و بنده صبر کننده می نوشته است. او را می نوشته پروردگار که اینمی بنده شکرگزاره و بنده صابر، صبر میکنه، صبر کننده های. اگر همین دو خصلت باشه، ولی دو مقصد چیزی را که خدا و ساده تر بگیم این دو زوانی های، دو مرتبه، دو مقصد نشانه خوب خدای مهربان در قرآن هر دی نشانه ها را، یعنی شکرگزاری را و صبر کنی را پروردگار بسیار بسیار درجه بلند بیان کردگی. حالا درباره شکر ببینیم. الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من العباد الشکور. ای خاندان داوود، شما شکر خدا را زیاد بکنید، چون که بندگان شکرگزار خدا بسیار کمه. کم انسانایی که درجه شکرگزاری را برسه، شکر خدا را بکنه و او شاکر باشه، کم بنده ها هست. و صبر کننده ها هم برادر عزیز، صبر کننده ها هم خدا در قرآن میگه کسای صبر میکنن انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب. الله میگه کسایی که صبر میکنن اجر اونها را به حساب میتونم، به حساب. در شرح همین حدیث علما میگن ایمان دو تقسیم است، دو نصف است، دو قسم. نصف ایمان شکر است، نصف دیگرش صبر. کسی اگر برادر عزیز این دو خصلت داشته باشه، پروردگار او را شکر کننده و صبر کننده می نوشته است. و کسی از گروه شکر کننده ها و صبر کننده ها باشه، او ایمان کامل دارد. اکنون این دو خصلت چیه برادر عزیز؟ ببینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش ما و شما چی می‌رساند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن من نظر فی دنیاه الی من دونه فحمد الله و شکر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن من نظر فی دنیاه الی من دونه فحمد الله و شکر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی در دنیا داریش، در بایگری دنیا، در مال دنیا همیشه از خود پایان نگاه کنه، از خود پایان نگاه کنه، یعنی از خود کمدارتره. امروز ماها هیچ وقت این نظر نداریم. همیشه نظر همه ما و شما در مال دنیا ای خود بالاه. این مردک چیوی پول یافته است من ندارم، این مردک چیوی خیلی ماشین داره من ندارم، این مردک چیوی خیلی وظیفه داره من ندارم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن تو بخواهی که اینایی درجه بلند صاحب بشی در نزد پروردگار، در دنیا دارید همیشه از خود پایان ببین. اگر از خود پایان دادیدی در تو توفیق شکر پیدا می شود، در تو نعمت شکر پیدا می شود. تو مقصد دیدی که یک نفر از تو کمتر داره، کم بغلتره، گریبانک تا میگیری میگی خدای شکرت، حمد تو که ما به هر حال با مقصد بهتر بدستیم. بود این نفری که ایمه کمتر داشته است، ایمه زیاد داشتگی هم بسیار است، لیکن باز از ما کم دارم بده، خدای شکرت. حالا دوستای عزیز، انا همین خصلت که دمانی است، حسد در جامعهمون زیاد شده، دشمناگری زیاد شده، غیبت زیاد شده، غارت زیاد شده،
بخیلی زیاد شده، یکدیگر دیدن نمیتونیم. برای چی؟ برای که انمی خصلت دما نیست. این ایگجا آورد، این خیلی آورد، این چی بایتری داره، این همی گپ همی ای نکنه و نکنه یا بیچاره را خدا ماشین نو بوده گپ سر می شود. ایگجا با پولی حلالی تری ماشین قیمت میخری، این اگان کیلوها که بردگی ای ببین چی در رو گمانی بد میکنیم. خدای مهربان میگه شماها از گمانی بد پرهیز کنین، زیرا اینکه بسیار گمانهایی که شما میکنین گناه نوشته میشه در نام اعمالتان. ولی ما نمیدونیم که او بیچاره چی کسب داره. اگه جا آورده خدا هر کسی را بخواه میته، خدا هر کسی را بخواه میته. ما که به رازقی الله، حالی در شرح همه حدیث علما میگن هر کسی اگر از خود بالا را دید و با او حسد بود، با او مقصد بدبین شد، این به رازقی الله ایمان نداره. آدمی حاسد حسدبر علما میگن این به رازقی الله ایمان نداره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر شماها در کار دنیاتون از خود پایان ندیدین، در شما توفیق شکر پیدا می شود و او غمی که ندارم از سر شما دور می شود. ببین برادر عزیز، واقعا یک بار ما از روی مقصد اخلاقمان سنجش بکنیم که اگر ماها مقصد دمی دنیا داریمون ای خود بالا را نگاه نکنیم، ای خود پایان را نگاه کنیم، کم بغل تراکا در مقصد اهمیت بتیم، اگر مقصد ماها نظرمون به پس ترکا باشه، هیچ وقت ما غمی ناداری را نمیخوریم برادرها، غمی کمداری را هیچ وقت نمیخوریم. ای ما مقصد همین حسد و بخیلی دور میشود، بدبینی ای ما دور میشود، در صورتی که ماها به همین حدیث پیغمبر عمل کنیم. و نظر فی دینه الی من فوقه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی که خواب دیم خصلتش همی که در کار دینش، در عبادتش از خود بالا را ببینه، از خود بالا را، در نماز، در روزه، در کار خیر. این مردک مقصد تا نیسته، یک دهن نان داده، یک پند نصیحت، یک دعا و فاتحه در خانهش، چی به من نمیتونم؟ این مردک روزه میگیره پنجشنبه دوشنبه باید مرم. چندی نفرای را دیدیم که رفیقش حج رفت، ایرم ذوقش کرده حج رفت، نه؟ انا همین خصلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی در کار دین از خود بالا ببینه، فاقتدا به، بعد با او پیرو بشود. دیدی که یک کار نیک میکنه، یک کار ثواب میکنه، در وقت میگه که بچه مرم امکانیت دارم که این کارو بکنم، خدا رو شکر دستی من میرسه، خدا تنی مرم سالم کرده، مرم مقصد امکانیت داده، من مقصد کار میکنم که همین کار ثوابی را که فلانی کرد رفیق و همسایه من باید بکنم. و همون کار اگر کردی با او اقتدا کردی، انمی ده خصلت خوب در تو جمع میشود. یا اینکه در کار دنیات ای خود پایان ببینی، در کار دین ای خود بالا. یه انسان اگر در کار دین ای خود بالا را دید برادر، ثوابش زیاد میشود. هر چقدر حرکت میکنه تا که همون نفری که در دین، در ثواب، در طاعت و بندگی پیش قدمه و ای از پسی او حرکت کرد، هر قدمی او برای او ثوابه. حرکت نماز زیاد خوان براش ثوابه. دید که روزه میگیره، ای هم روزه اقتدا کردن که روزه شد، ثوابه. دید که حج میرود، حج رو شد، براش ثوابه. ببینی از پس اوی که برای دین با او اقتدا میکنیم، ماها هر کار رو میکنیم، مثال او یاد گرفتن یا او میگیریم، ماها اجر و ثواب میگیریم برادر عزیز. اما اگر در دنیا ما ای خود بالا ببینیم، هر قدم ما گناه های، هر چی قدر سعی میکنیم ما او را در دنیا دایره کنیم، بعد حرام میخوریم، بعد مقصد مجبوریم یک کس ظلم بکنیم، مجبور میشیم در حرام دست بزنیم،
مجبور میشیم حسد بکنیم، بعد گناه ها در اطراف ما جمع می شود، برای که ما در دنیا هوس کردیم. دنیاداری برادر عزیز گناه نیست، گپ در سر این میره که ما نادرست در دنیا نداریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر شماها همین دو خصلت داشته باشین، پروردگار شما را در نزد خود در قطار شاکرین و صابرین می نویسد. اگر کسی این دو خصلت نداشته باشد، و من لم یکون فیه لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن اگر شماها در این دو خصلت برعکس باشد، یا که این دو خصلت خوب در شما نباشد، شماها مقصد این خصلت های نیک نداشته باشین، پروردگار شما را در قطار صابرین و شاکرین نمی نویسد. برادر عزیز، این حدیث بسیار حدیثی مقصد زندگی انسان خوب می کردگی و به تنظیم می در آوردگیه. این حدیثی است که به خدا برادر عزیز اگر ماها تا چقدرتر در این فکر بکنیم زندگیمون بسیار راحت می شود، بسیار زندگی راحت میکنیم. همین داشتگی روی دسترخوان منقطی ما همیشه وقت من خوش میگرده، همیشه از براس خدا بگیم کیه همیشه بروز ده، کیه که همین دسترخوانش بودگی قطعی وقتش خوش باشه؟ نیست. زیادتر طلب داریم برای که مقصد ما همین دیگه همین چشمان همین دنیای تمام. نمیگیم که مردک خیر ریزق همی قبوده، خدای مهربان شکر یک کفک نان هست، خدا را شکر که در خانه مردم دست دراز نکردیم، خدا را شکر که یک مقصد زندگیمون الحمدلله که زن و فرزندمون در کوچه نبرآمده طلبیدن. این ایجا موندگی و ما هر وقت شکایت نداریم. این خصلت بسیار خصلتی بده برادر عزیز. بعضی ها رو میبینیم داراییشون حد کنار ندارن، شکایت میکنن نداریم، فلانی مال خورد، ما باید فلان خیل کنیم صاحب مال شویم، بیمدان کنیم صاحب مال شویم. همین سعی و کوشش در مال دنیا. ما باید سعی و کوشش ما از پس عبادت ما زیاد باشه. خدای مهربان توفیق ما و شما را زیاد کنه و الله مهربان این حدیثی را که ما و شما شنیدیم، پروردگار در زندگی هر کدامون عملی بودن این حدیث الله نصیب و روزی گردانه و برکت این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر نکته را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش ما رسانده است او در زندگی ما برکت است. خدای مهربان به برکت این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی ما و شما را پرفیض و پربرکت گردانه، دیار ما و شما را پرفیض و پربرکت گردانه. در روی زمین هر مسلمانی که هر کجا هست، علل خصوص تاجیکی عزیزی ما در هر کجا که باشه، پروردگار رزق و روزی فراغ و حلال براشون نصیب و روزی گردانه و الله تنی همه شما را صحت نگه بداره و امتحان دراز و خاتمه صالحین ما و شما را الله به خیر گردانه یا رب العالمین.